خواننده است، نه ترانه‌ساز، نه آهنگساز، هیچ کدوم از اینا نیست. جوما روایت کرده، فقط راوی رنج‌ها، آلام، دردها، شادی‌ها، شورها، عشق‌ها، امیدها و شوریدگی‌های مردم گیلانه. اون چه که شاید قرن‌هاست اتفاق میفته و کسی نمیشنوه، حواسش بهش نیست. قصه‌ای که ما تعریف می‌کنیم جای دوری نمیرن، از جای دوری نمیان، در واقع تجربه‌های خودمان و فکر می‌کنیم همیشه هر اجرایی که داریم، هر روایتی که داریم، هر دیداری که داریم، همیشه فکر می‌کنیم که قراره که یکی از قصه‌هامون رو درباره زندگی یکی از عزیزانی که با ما تو اون جمع حضور داشتن بگیم. در واقع ترانه‌های جوما از زندگی خود شماها برمیاد و زندگی خود ما. تشکر می‌کنم از مسعود شبانپور عزیز که خودش هنرمند خیلی خوبه اما صدای ما رو کیفیت شما می‌رسونه. از سامان ایوبی، نوازنده خوب، تنظیم کننده خوب که همراه جوما هست. اما روایت اول، ما زمان زیادی نگذروندیم از سال تازه. قصه‌ای که برای شما تعریف می‌کنیم یک چیزی مربوط به یک زمانی تقریبا مثل امروز، این ماه‌ها، یعنی بهار، اما مربوط به دهه 20، جایی که جهانگیرخان سرتیپور تازه فهیم اکبر رو پیدا کرده و با هم میشینن و ترانه میسازن. اما این سال، یعنی سال 21، گیلان اتفاق ناخوشایندی برش حادث شده. می‌دونیم که تحت اشغال ارتش بیگانه است، شوروی‌ها رشت رو اشغال کردند و در هنگام سال تحویل انگار که خیلی حال جهانگیر سرتیپور بده، خاطر اینکه می‌بینه اون اتفاقی که باید برای گیلان بیفته نیفتاده و ایران اونجور که میخواد نیست. برای همین ترانه‌ای میگه به اسم بیتو بر اساس یک ملودی آذری به عنوان سنگسیز. اونجا خیلی زیرکانه، خیلی باهوش، خیلی واژگاوت اونجا اشاره میکنه به یک یاری که گویی نیست در کنار جهانگیر سرتیپور، اما میدونیم که داره در مورد ایران حرف میزنه. اونجا اشاره میکنه، میگه که خب سفره هفت‌سین ما برقراره اما هیچ رنگ و لعابی نداره چون که تو کنار ما نیستی. بعد اشاره میکنه که تو زمانی که بودی این همیشه سرسبزی ما تمام بود، در واقع ما سرسبزترین نقطه دنیا بود. اشاره میکنه وقتی که تو بودی سفیدی بخت من از همه یاران من، از همه دوستان من مشخص‌تر و جلوه‌گرتر بود. اشاره میکنه از اون یاری که در کنارش نیست، بهش میگه که با تو سرخی گونه‌های من سرختر از همه لاله زاران بود، از همه عشاق بود، اما حالا بدون تو نه سبزی هست، نه سفیدی هست و نه سرخی. تو مشخصه داره پرچم ایران اشاره میکنه با یه استعاره از یک معشوق. خب بقیه‌اش رو میتونید توی این ترانه ببینید. ما هم آرزو میکنیم یه روزی اتفاق بیفته معشوق ما هر چه که هست، حالا اگر ایران هست، به ما برگرده اونجوری که دوستش داریم، اونجوری که قلبمون میخواد. به امید اون روز بیتو رو برای شما اجرا کنیم. سال
من زرد و سبز سیاه بختم غمگین بی تو میجانی تو میاری تو غم با آتش و می دل اونی سر جوش زنه کوه و سرانجام به سر پوش زنه زمینی آتش خورشید در آغوش زنه به امید مره جان و شیرین بی تو میجانی تو